سوره زلزله 99 سوره قرآن بوده، در مدینه منوره نازل شده، از 8 آیت عبارت است. سوره مذکور در خصوص زمین جنبی سختی که در روز قیامت به وقوع می آید معلومات می دهد. باز در آن روز واقعه های عجیب رخ می دهد که انسان از دیدن آن مدهوش می شود. زمین هر چیزی که در بطن دارد، خزینه و بایگری ها، جسد و استخوان های مردگان و غیره، همه را به بیرون می برآورد. زمین درباره عمل های نیک و بد هر یک انسان شهادت هم می دهد. در آخر این سوره کریمه تقسیم شوی مردم به نیکبختان و بدبختان و از محشرگاه به سوی جنت یا دوزخ روان شوی آنها بیان می گردد. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند که به اندازه مهربان و به نهایت با رحم است. اذا زلزلت الارض زلزالها، هر وقت زمین را به جنبانیدن سخت‌ترین لرزه هایش لرزانده شود. خداوند روز قیامت زمین را خیلی سخت می جنباند. یکی از علامت های آن روز بدهیبت همین زمین جنبی است. زمین با این قدر بزرگی و وزنینش چنان با شدت می جنبد که همه چیزی در سطحش موجود بوده ویران می شود. نه یگان بنا می ماند و نه یگان انشاءات. حتی کوها، تپه ها ریزه ریزه می گردند. از درخت و دیگر رستنی ها نشانه نمی ماند. خلاصه همه به خاک یکسان می شود. واخرجت الارض اثقالها، و زمین بارهای خود را بیرون آورد. در آن روز زمین همه آنچه را که در بطن خود دارد به بیرون پرتاب می کند. در حدیث آمده است زمین در آن روز هرچی از خزینه ها و دفن شده ها دارد همه را به بیرون می اندازد. قاتل می آید و می گوید که من برای همین شده صاحبم را کشتم. قطع کننده صله رحم، کننده علاقه خویش تباری می آید می گوید من برای همین شده رشته خویش و تباری را بریدم. دزد می آید می گوید که برای همین دستی من بریده شد و غیره. بعد از آن به آنها گفته می شود بگیرید از سیم و زر چه قدری که می خواهید. آنها از آن سیم و زر نمی گیرند، چون که سیم و زر دیگر به کار نمی رود. آن وقت دیگر وقت است، طلبات دیگر شده است، دور سیم و زر گذشته است. این است عاقبت کار دنیا پرستان. وقال الانسان ما لها، وقال الانسان ما لها. و انسان گوید زمین را چه حال است؟ وقتی که انسان زمین را در آن حال می بیند از ترس و وحشت و بیم و ترس می گوید که به زمین چی شده باشد؟ این قدر سخت می لرزد و همه چیزهایش را به بیرون می اندازد. يومئذ تحدث أخبارها، در آن روز زمین خبرهای خود را بیان کند. آن روز قیامت دیگر هیچ سیر پوشیده نمی ماند. حتی زمین هم در آن روز همه عملهای خوب و بدی را که مردم به بالای آن کردند آشکار می کند. مثلا زمین شاهدی داده می گوید فلان کس در سطح من نماز خواند، فلان کس دزدی نمود و به ناحق خون ریخته فسادی کرد و غیره. رسول الله صلی الله علیه و سلم در دوام حدیثی که این معنا را شرح داده است گفتند خودتان را از زمین نگاه دارید. این حدیث تا آخر به معنای همین آیت دلالت میکند. بأن ربک اوحی لها، به سبب آنکه پروردگار تو به زمین حکم فرستاده است. سبب همه عملهای مخفی پوشیده بندگان را آشکار کردن زمین فرمان الله تعالی است. زیرا خداوند در آن اثنا به زمین امر میکند که ای زمین از همه عملهای در روی بالای تو صادر کرده بندگان خبر ده. الله تعالی به همه کار قادر است. زمین از گناهکاران و از گناهان صادر کرده اشان شکایت کرده علی آنها شاهدی میدهد. از اطاعتگاران شکرگزاری کرده با آنها ثنا میخواند. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، آن روز مردم گروه گروه بازگردند تا به آنها جزای کردارشان نموده شود. با امر الهی مردم در آن روز از قبرهایشان برخاسته صنف صنف به میدان حشر گرد آیند. صنف شرابخوران، صنف زیناکاران، صنف ستمگاران، صنف دزدان و راهزنان و مانند اینها. فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یره، پس کسی به قدر یک ذره عملی نیک کرده باشد آن را ببیند. و من یعمل مثقال ذرة شرا یره.
پس کسی به قدر یک ذره عملی بد کرده باشد آن را ببیند. اگر انسان در دنیا مقدار وزن یک ذره‌چه یا مقدار یک مورچه خردک خوبی و خیر کرده باشد آن را در صحیفه های اعمالش می‌یابد و به آن لایق مکافات می‌گردد. اینچنین اگر مقدار یک ذره عملی بد کرده باشد آن را نیز در صحیفه های اعمالش می‌بیند و لایق به آن جزا می‌گردد، چون که الله تعالی ظالم نیست و هر کس را موافق عملش جزا می‌دهد. الله تعالی از احوال بندگانش غافل نیست و از عملهای خوب و بد، خرد یا کلان آنها همیشه آگاه است. حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند به اندازه نصف دانک خرما یا به اندازه یک سخن شیرین خود را از دوزخ نگاه دارید. در حدیث دیگری گفتند از گناه به چشم ناعیان احتیاط شوید، ذره ذره جمع گشته کس را هلاک می‌سازد. از این رو باید حد الامکان نیکی کرده تا می‌توانی از بدی دور باش.